السلام علیکم خوانندگان، طالب علمان و محصلین، آموزگاران گرامی. شما در صحیفه رسمی آموزگاری فن متمتیک منوچهر شهاب‌الدین نوف قرار دارید. صحیفه مذکور بخشیده به دستگیری خوانندگان مکاتب میانه، لیسه‌ها، کالج‌ها و مکاتب عالی بوده. مقصد یگانه آن انکشاف همه‌جانبه علم و معرفت، مخصوصا در ساحه علم‌های دقیق به شمار می‌رود. با کانال مذکور آبونه شوید، فکر و ملاحظه های خود را عاید این لایحه نویسید و سهم خود را برای رشد معارف در وطن عزیزمان گذارید. مسئله رقم 141 از مواد مرکز ملی تستی. تیغه کوب یکم از تیغه کوب دوم 4 سانتی متر درازتر بوده. فرق بین حجم آنها 604 سانتی متر کوبی است. درازی تیغه کوبی خرد را یابید. این شرطی مسئله. اکنون حل. اول فاکتورها یا قیمت‌های نامعین را ما تعیین میکنیم. بگذار تیغه کوبی خردش ا باشد. آنگاه تیغه کوبی کلان ما 4 سانتی متر درازتر می شود که ا جمع 4 می شود. اکنون حجم کوب این به کوبی طرف تیغه آن برابر است. همه خیلی حجم کوبی خورده میابیم ا کوب می شود. حجم خردی کلان ما ا جمع 4 در کوب می شود. فرقی بین حجم کوبه ها، یعنی از حجم کوبی کلان حجم کوبی خرد را طرح کنیم 604 است. از اینجا ا جمع ب کوب ترک ا کوب یعنی که ا جمع 4 در کوب ترک ا کوب. وقتی که این ifade را ساده میکنیم، قوس ها را کشاده ساده میکنیم، این به معادله کوادراتی ا کوادرات جمع 4ا طرح 45 میشود. از اینجا اگر ا را یابیم ا برابر 5 است. ای دیگر یعنی ریشه دیگر که منفی است آن را قبول نمی کنیم چون تیغه کوب منفی نمی شود. پس معلوم شد تیغه کوبی خرد ما 5 سانتی متر بوده است و از اینجا برمیاد که تیغه کوبی کلان ما 9 سانتی متر. اگر فرق آنها را بینیم باز 604 سانتی متر می شود. جواب تیغه کوبی خرد 5 سانتی متر است.